اینجا با عیادت اپای فرنگیز آمدیم. کسی میخواد دوستان عزیز به این احسان جان و به مادر احسان جان کمک خودش رو رسونن. ما به اینجا به نوار گیری آمدیم که همه اپای فرنگیز و احسان رو نوار گیریم و کم کمک شما باشدم که دستگیری کنین، یاردم کنین. این کورتی همه احسان جان می باشد به نام اپای فرنگیز است. مرحمت اپا جان نخونید برای چی سبب این بچه‌تون خیلی شدگی؟ همین کودک وقتی که در دهات زندگی میکردم، همین کودک پدرش نارکمان مایزده بود. خطی جوراهای بزیب خیلی میرفتم. خیلی وقتی که همین خیلی نارکماند و مایزده شد، وقتی حامله دار شدم همین قدر گفتیم امیر راد برگرد بر نگشته امیر روش. وقتی همین کودک تولد کردم کودک مایوب به دنیا اومد. وقتی کودک با مایوب به دنیا اومد کودک 1 ساله شد. اومد در همین شهر دوشنبه ما در قشلاق زندگی میکردیم. خانه سرخشتا منم ده اومد در همینجا گشت. کودک در هیچی نگاه نکرد. گفت برای این کودک سری وقت توبت کنین با یک بهبودی میشود، کمتر میشود که چیگاز قطعیم رود. نه که از سببی که دارو میزد نه زن بایوشش میزد و نه کودک بایوشش میزد. راستیش در قشلاق خیلی عذاب کشیدیم. و وقتی که به شهر اومدیم ما و شهر که اومدیم در اینجا کودک دیگه نشید توبت گفتنی توبت کردن نمیشود دیگه. کودک دیر شد کودک. تا حال اینا که کودک اینا 6 یولی 98 همین کودکی که در دست من خیلی مایدچای 21 بود کرد 22 در اومد. همین کودک ما در ابشیجیت زندگی میکنیم. راستیش بسیار عذاب داریم در ابشیجیت. قطعی همین کودک در یک خانه چه با بعد همین عذاب خیلی زندگی باز به شوهر برآمدم. ای شوهرم با 3 تا کودک دیگه دارم. این کودکام هم اپراتسیا قطعی گرفتگیم خودم دارم مشکل اوچکن پسکن همین کودک بسیار مشکل جوش میشود گریه میکنم باز شکر میکنم خدا را زهره میکنم که خداوند خیر من در صبر بته میگم. خینه ما در یک ابشیجیتی که همی هیچ شرایط نداریم. ما در همینجا ای سببی که همین مردک موزی در همین یک جا باغبان شده کار میکنه و یا معاش اینو چیز میگیرد 600 سوم پول میگیرد. ما یگان خیلی درآمد یگان چیز نداریم. با نگاه بین همین کودک در خانه شیشتم تا چند این در شیر در کار پمپرس در کار نشید. رفتم یک جا کارخانه در فراشی سحر ساعت 4 سحر میخیزم همین کودک میپرتم تاریک شوی رد میبرم میرم 500 سومایلیک میگیرم. قطعی همی 600 سومی مردکم هیچی نمیشود. آخه پولی کوارتیر میتیم همی ابشیجیت میتیم. این کودک در شیر پولی میکنیم. پنسیای خودش باشد 270 سوم یگون چی نمیشود. پمپرس شیر همین چیزا را گرفتن در بانی کودک بسیار زورم آمده. هم خیلی زورم آمده که گیریم میوی روزا میبینم همیره. خیلی فرزنده چی خیل کنم نشود که من فرزنده برم پرتم یا یگان کنم. خیلی امروز خدای را همه خیل کرد و فرزند پدر همین بیناموس شد و به همین روی بعد رفت. نکم تا همین روز هم باشد پدرش یک چی یاردم نمیکند. همه عذاب و مشقتش در سر خدمت. با بالای همین 3 تا کودک دارم که مکتب خوانند. سهرا میرم دیگه میومم اینجا اولی که هم خودم هم نوچیز میگم مالی به خاطر همین کودک میرم کار میکنم که پمپرسای همی شود. یگون چی ما درآمد نداریم. فقط همین اولی که دیدم میشینیم و عذاب خالی. خیلی من میبینم جوروایی را میسوزم گریه میکنم که فرزندی من سوز میشد. امروز فرزندی من در برم راست می ایستاد. ما اینقدر عذاب نمیکشیدیم. مثال فرزند من امروز اولی زن میدادم کلان میشد رنگی وی آورد که چیکار کنم. عذاب زندگی هم گنگای هم مایوب خیلی که خودتون میبینین و خیلی دیگه چی جای چیش نیست. من می کودک پناش کنم چقدر شب خواب نمیرد. من تا سحر قطعی همین جانبازی میکنم با ساعت 4 میشود میخیزم با میرم با کاری و برچستگی میکنم. به حد زندگی مشکل زور و درجه زور اومده. قطعی همین کودکی خینه با او کودک های دیگه من میدن. خیلی مردک من باشد بیچاره اویلی قطعی همین 600 سوم اویلی میگیرد و هم باغبونه به درجهش زور اومده. دیگر اگر بتونین یگون کسی یاردم کده برادر و دادر برای ثواب خودتون همین کودک مده یاردم کنین. با یگون خش تبارتون نیسته که اپا جان یاردم کنن تو نه؟ اکو خش تبار اوزیر
همه کودکدار و مثال زندگی همه بر روزی خود که خیلی بگویی که اکو خیلی نیستن که بیچاره مثال بیاین ما در که هست پا خوارم یا همه مثال هم خیلی زندگی دارن که مثال با کودکای خچونده با زن کودکای خچون با پدر این آقای احسان جان یکم بار خبرگیری نامد نه یکم بار نیومد خبر نگرفت این همی حال قطی دستی مده عذاب کشیدم اینا 22 سال شد من قطی همی کودک اینا 22 ساله شدم این عذاب کشیده قطی شدم شب تا سحر خواب نمی رود جوش می شود شیرپولی همی کودک نمی آوم هم خیلی گریه میکنم میگم خدا جان چه خیلی کنم همی کودک گفته خدا را زهره میکنم خیلی که اینم چیزی خداوندی که اینا چند عمر داده نه که زندگیم بسیار مشکل قطعی همی کودک عذاب میکشم کلاسکا نداره کلاسکا چند بار نوشتیم مکتوب کردیم میتیم گفتن ندادم یک بار پیش همی کارخونمون یک تا کلاسکای خیلی کلانو دادن که وی در 6 تا نمیتونه آخی باید این مخصوص کلاسکا باید مخصوص کلاسکا در کورای که مثال بیرون ببرم اقلا هوای تازه را می کودکی ما ببینه که پگه مثال هوای روشن ببینه می کودکی ما چند بگوی قطیش عذاب مثالی را بین هم خیلی عذاب قطیش که دستاش کار نمیکنه پوچوش کار نمیکنه اینا دوستان عزیز اینا یک کارت اپای فرانگیز میباشد به نام مناسب خودشون فرانگیز مراد و نمبر کارتشون رو تکرار میکنم 44 55 72 00 15 31 41 02 کسی در همین شهر دوشنبه میباشد اینا نمره رقمشون رو میمونیم زنگ زنیتون قطشون گفت زنیتون کسی در مهاجرت هست همه اینا کارتشون با همین اپا چند قایی که میخوایتون با همین احسان جان چند قایی که کمکشون رو در کار است چند قایی که میتونیتون کمک کنیتون دوستان عزیز کسی مبلغ میکند کسی خوراکا یاردم میکند کسی با احسان کلاسکا میگیرد کسی چند قایی که خواهد آخران سوال با اپای عزیز یک دعاتین به حقی با احسان جان که یاردم میکنن یک دعای خیرتی میکنن خیلی خداوند پروردگار همین فرزندایی که در مهاجرت هستند خدا تنی صحتشون بده مرد بچه شوند با ناموس شوند آنهایی که در می شهر دوشنبه خیر میکنند پروردگار خدا خیری کگیشون دستگیری ای دنیاشون شود او دنیاشون شود کاری بهترین میکنن اگر همی کار کنند خدا برکتشون تیاد و پروردگار به همین فرزندی من خیلی خودشون میبینند در همین صورت ما هیچی جای چیش نیستی اگر که یاردم کنند خدا برکتشون بده الله اکبر